فرق یه قهرمان فیزیک با یه غول اوپن فقط اندازه نیست، فلسفه بدنسازیه. دسته فیزیک مخصوص فرم‌های وی شیپ و تناسب زیباییه. اینجا حجم زیاد امتیاز نیست. عرض شونه، کمر باریک و حالت مدلگونه بدن مهمه. حد بالا برای سایز عضله دارن و تمرکز روی بالاتن است. پا پوشیده میمونه چون هدف نمایش زیبایی تناسبه، نه قدرت. الهام گرفته از دوران طلایی آرنولد و زین، فیزیک کلاسیک. بدن ایدئال باید هم عضلانی باشه هم هنرمندانه. اینجا نسبت دور کمر به شونه، خطهای عضله، تقارن و حالت پوزها نمره میاره. محدودیت وزن داره چون نمیخوان به دسته اوپن تبدیل شه. و اما بادی بیلدینگ اوپن، اینجا قانون فقط یه چیزه: بیشترین حجم، بیشترین تفکیک و بیشترین کاندیشن. بدنی که توش همه چی ماکسیموم باشه، از پا تا پشت بازو. قد، وزن یا محدودیت وجود نداره، فقط برتری مطلق. پس وقتی از بهترین بدن حرف میزنی بپرس تو کدوم کلاس، چون فیزیک ها خوش‌تراشترینن، کلاسیک ها هنرمندترین و اوپن ها غول‌هایی فراتر از انسان.